دوست اساسی گرفتم اومدم. چند سال هموم نکردی؟ کت چرینزر سارا ملحد بابا تو زنگ زدی شپش داری؟ میخوام آماده شم که با دوست پسرم برم دیت. ببخشید که دارم زر میزنم، سیبیله یا فرمونه دوچرخه است؟ چون دوست پسرم دوست داره ابروام کمون باشه پس جل ابرو میزنم. اوه سر دوست پسرت دوست نداره ابروات مثل جاده ساوه باشه؟ بریم که اول ببخشید یه سوال فنی دارم از شما، سیبیلاتون از سیبیلای دوست پسرت پرپشتره؟ پرایمر بزنیم. چون که پوست من هم صافه هم شفافه. بابا من ناموسن هم سنتا بودم اگر دوست دختر داشتم بابام چوب تو آسینم میکرد. بعد تو چجوری این ویدیو رو گذاشتی؟ ها؟ از ضد آفتاب استفاده میکنم که پوستمو سفید کنه. بعد میگن چرا میای اینا رو دیس میکنی؟ بابا تو زیر بغلت بو مستراب میده. خیلی 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 ببخشید که دارم گوه میخورم. داری گچکاری میکنی یا سفیدکاریه؟ یه گلیمو برداشتم که از سایه صورتیش استفاده کنم. چی؟ نکنه دوست پسرت گفته صورتی بزنی؟ دوست پسرم از دخترای پیکمی و ادای خوشش میاد. منم سعیمو میکنم که ناموسن تو با این صورتت دوست پسر داری؟ من 2 سال سینگلم هنوز رل نزدم، ریدم تو اون سلیقه دوست پسرت. میکاپمو شبیه دخترای کیوت و باربی کنم. والله العظیم كنت تفلب باي هيك يا الملحد پف. حالا نوبت تینته. به نظرتون تینت قرمز بزنم یا تینت قهوه‌ای؟ به نظر من تینت قهوه‌ای بزن رنگ ان برین توش. بابا ناموسن نیاید تو اکسپلورم. شما چرا خسته نمیشید؟ نیاید. میکاپم صورتیه، تینتم هم اینو بزنم بهتر میشه. وای لبام چرا شبیه کره شد. ولك ام السحوره لبات عین چون مرغ شده. به میکاپم از 1 تا 10 چه نمره‌ای رو میدی؟ حتما تو کامنت ها بهم بگو. از 1 تا 10 منفی 1 میلیارد. کم شد چشم نیاید تو اکسپلورم.